که چطور چند ده هزار نفر سیم کارت سفید داشتن و لو نرفته بود تا الان. از کی تا حالا ما اینقدر دهن قرص شدیم؟ ما خیلی دهن لقیم به صورت کلی، ولی اینا خیلی این رازه رو نگه داشته بودن، کسی نفهمیده بود، ما متوجه نشده بودیم. ولی به هر حال تبریک میگم، ما تونستیم کاپیتالاسیون هم ملی کنیم. یه عده‌ای که هموطن ما بودن از ما امکانات بیشتری داشتن. نکنه یه عالمه چیز سفید دیگه هم شما دارید که به ما نگفتید. البته یه چیز دیگه مطمئنم که هست که مال شما سفید تره، اونم بخت و اقبالتونه. نکنه شما مثلا سربازیاتون رو میندازید یه جای نزدیک، صبح به صبح میرید خودتون نشون میدید میاد. نکنه کارت بنزین بی نهایت دارید و اشغال دارید میکنید. نکنه وامای شما ضامن نمیخواد. اشکال نداره، ولی اشکال نداره، ما عادت کردیم. نوش جونتون، سیم کارت سفید نوش جونتون. اون پولی که حالا شما نمیدید به فیلتر شکن، ما از جیب زن و بچه‌مون میزنیم میدیم فیلتر شکن. بچه مریض ما که میتونست دوا درمون بشه با اون پول، ولی مجبوری میدیم به فیلتر شکن. اون وقتی که شما صرف نمی‌کنید برای کانکتینگ، ما باید وایسیم تا اون پرشه کانکت بشه. میتونستیم سر بزنیم به مادر پیرمون توی خونه، پدر مریضمون. اشکال نداره، ما سر نمیزنیم، شما راحت به شما استفاده کنید. ولی اینو بدونید که خیلی این قیافه رو دیدی، این از 100 تا خوشبخت‌تره.